هنر ما در قدام نشان دادم که دختر شما مباری به هنر شود. دخترها رو شکر خونه دار کرده. اینا کورپا و کورپاچه همش هنرهای خودمون ایداس خودمون میه. ما 100 تا گوسفند داریم، نمیاد 6 7 تا گاو داریم. سوزه زندگی نغزه. این دیه ها با آن خاطر نام چاربار رو گرفت که ساکنان این دیه ها اولا در نزدیکی قشلاق حیاتی نمی زندگی میکردن. وقتی که قشلاق کمتر درجه بلند شدن آب زیرزمینی مردم رو به این دیه ها آوردن، همان دیه ها چارباغ نام داشت، نام چارباغ داشت. ساکنان دیه ها برای آنکه دیه های خود را دوست می داشتن نخواستن که همین کلمه چارباغ از بین رود و همین دیه ها را چارباغ نامیدن. جناب بیاولی گفته بود در وقتی که 2009 سیل آمد لای خانه‌های ما رو بیخته بود شش هم بود ما دیگه زندگی ماندگی نبود. اومد برآمد که اول وقتی که لای خامه ما رنگ گم شدیم توری داخل نه یگان چی خوردن داریم نه یگان چی داریم که خوره. خیلی خبر پرزیدنت که برآمد کرد گفت که من تو خورشوق با او بی شما رو یافته میتونم میرم شما رو افتاده نشید. ما همین غمخواری پرزیدنت که خانه انداخته داد ما صاحب خانه شدیم خیلی صاحب زمین بچه‌ها ما در قطعه زمین داد همش تا همین غمخواری همین پدر مادر کردن میتونه خانه همان انداخت با کورپا کورپاچه. ما 100 تا گوسفند داریم، نمیاد 6 7 تا گاو داریم. سوزه زندگی نغزه. ای پشت هم میخوایم شیر پیر نمیفروشیم، قشقار میفروشیم و این بوقه چاوش میفروشیم. خیلی سوزه زندگی. بچه ها مایده بودن، من گیره کردم گفتم بارا بگی من بارا نداشتم. رفتیم بازار همین 4 تا گوسفند خریدیم دیگه همه کتی زیاد شد آخه تا 200 تا هم شد. خیلی نگاه میکنی همش اوکولاشو میکنی مثل بچه ها رو میپرسیم مقصد یه مول کسل شد نوحیه من دختور داره دختورا رو فیراد میکنیم نگاه میکنن دل جگرش چیه مقصد همه گوشتش خوردن چی اوکولا کردن دکو. نتیجه همون 4 گوسفندی که برای کودک‌ها گرفته همین است؟ بله همون همون 4 تا ما سر کرده همین قشود خیلی باز بون نیست بوش همون کودای گوسفند حصاری است؟ ذات حصاری یکم خلیای چیمون آوردگیم و مقصد همین این بر وقت میزایدگیشه همین خانه آوردیم که طول میگیریم با ماشین دا بار کده میبریم. چند ساعت فروغ میدید؟ ما یه روز ده 4 بار میتیم سحر عبید بیگه با شودم یا ساعتای 10 شبونه هم خوراک میدید؟ کمتر میپرتیم برای چیدنشون. انا روزای هوا باشه با نمی جو های میکنیم لوای پخته مخته های میکنیم. بهار کوه میرن دیگه همه کتی ما میارن دکبر دبو میاریم خونه. مردم چارو پرورش میکنن مخصوصا شورواداری نسبتا در دهه حلقجر بسیار نفوذ پیدا کرد. بسیار نفرانی هستند که آنها هم در
داشت هم در گیریم که داخل خانه‌های خود گاوهای کلان رو پرورش میکنند و بازار برده میفروشند. این هم برای گیریم که پس کردن سطح کمزورتی مردم بسیار منفعت کلان دارد. ما اجرام همه خیلی چی نگاه کنی را یاد گرفتم. هم خیلی نگاه کرده استم شونه کلان شوام با میفروشیم شونه هم خیلی منو با بچه میکنن با بچه ها شکلان منم یار همو سبزی میتیم علف میتیم نوشکه کارتشکه هم خیلی چیزا رو میتیم میخرم کلان میشن میفروشم کتاب دفتر روچکه هم خیلی چیزا میخرم. مرغ هم دارم، دکن، خروس، همش هست. خطای خیلی پیشینه باشن میش شکر خرط و آتلا میگن آش بریده اینا اوموت ما همیه رو پیش میکردیم. حاضر باشه خیلی چیزی که باشه در زندگی همون را میکنیم. این اوموت برای کسالایی که خوب بودن و خیلی مزدشون نبود برای سبوکی همی چی را میکردن. اوموت هم که اون کسال در محقوله میخره کسال باید بخرده قطیق میکنی اما قطیقش سبوکی میارده دو پیاز میکنیشه این علفای قاق میندازی خودش میشه اوقات پیش اوچه هامون بیبی هامون ماما بیبی هامون میکردن خاکو مایم ایویای قوقی یاد گرفتگیم. توپا میکنیم، شوله میکنیم، شوله با برنج با علفای کوی میشه و سیر قطیقه کش میکنیم خوراک میلی توچکی خمونه. توپا کشه و هم در اوقاتی با مزه ترین شیر کدویه با شیر و با کدو میشه شیر برنجه و موچکه نشسته میگن نشسته با شیر چی اردی گندم قطی میشه. بعد گندم کوک های بسیار میگن خیلی خوب کشک میگن گندم کوک میگن با گندم کوک با بسیار خلقو با قطیق میکنن بسیار خلقو با شکامه و کلاپورچه قطی میکنن بسیار توبیستان علفا رو خوک میکنیم خش میکنیم این وقت در روی پیچکالو کده خوراک پخته خوردن میگیریم قطیق کرده بسیار این مستوبه شوله میگیمش و سونترک مثل برنج مایده قطی میکنی و که جوشی در دیگ میدوزی پیازش میدوزی بانی خیلی علفای کری خشک میدوزی و قطیق میان نویره دارم نه که همی شهره میوی فقط میگم ماما شوله کن همی خیلی میخره که گوش پوشی چیل میخره و میخره در شهر زندگی میکنه که همی خیلی اوقات شوله رو نقش میگم ماما شوله کن بسیار اینکه خیلی ماما که هستیم بسیار خیلی کلی نگاه نمیکنیم خیلی پیش مونده میاره همه چی تیار کنیم میکنیم و پخته میاره بسیار نگاه نمیکنیم و مثلا که یوردن میکنیم شون خیلی نشومشون میتیم کلونو ده دخترو ده این همی حاضی همه خوبه همی دورو گفته میسته آخه این همی اوقات این دورو
اینم همش ویتامینه، اینم دورو، اینم گفتم تازه که تویستونم در بقرشکو میکنن چخیل با مزه وقتی میشکویش در خود میدوزیش خروک در میدوزیش اشتیو میشه. آشوبی که شما این زمان من در داخل آشوبخانه قرار دارید، در به افتخاری سال هنرهای مردمی اعلان شد سال هنر مردمی ما همین آشوب رو ساختیم و چند سال است که در خدمت مردم قرار دارد. به راستی آشوب در گذشته آشوب نبود، مردم با سنگ رو سفته کرده آشوب می‌ساختند، آشوبی دستی و دست‌ساز می‌گفتند. بعد آهسته آهسته در نتیجه کم بیش ترقیات رفتن جمعیت به جای آشوبی دستی آشوبی سنگی و آشوبی مثل حالت قوی برق استفاده می‌بریم ساخته شده است. من افتخار می‌کنم که همین هنر مردمی رو بار دیگر من زنده کردم و مردم از این بسیار استفاده می‌بردن. کدام گروه مردمان؟ اونایی که دچار کسلی دیابت قند هستند بیشتر به ما مراجعت میکنن و ما خدمت آنها رو بهشون میاریم. اصلا فایده ارد آشوبی برای دیابت قند همین است که سبوسه که ارد آشوب وقتی که در حرکت می‌دراید گندم رو با یک جایی با سبوس با همراه ارد یک جایی می‌ریزاند و همین سبوس خلسترین بدن انسان رو کم می‌کند. در وقتی استفاده بردن وقتی که گندم ارد آشوبی رو نان کرده می‌خوریم هم خوشخور میاد هم با مزه میاد. بعد دیه‌های گرد اطراف به واسطه من دیهای حیاتی نو که به دیهای ما نزدیک است، دیهای دوردست، دیهای تومشی، گنجینه بیشتر آنها مراجعت میکنن. مردم های کوهستان گندم میارن آرد گرفته میبرند از ما. میگه هر کی نان خورد از عملی خش منتی حاتمی تویی نبرد. کار که کردی نان بی‌منت میخوری در همه دور و زمان. و ما به واسطه من همین دوره آرامی جمهوری تاجیکستان که استفاده میبریم تنج و آسوده. اگر که صلح و صلاح پایدار باشد و تنج و امانی باشد ما همونقدر امکاناتی کار کردن داریم. اگر نه پس فکر کنید که مردم حتی کار کردن. ها میگوید که شیخ سعدی که چون قحصال شد در دمشق که یاران فراموش کردن عشق. همین تنجی باشد همه کار میشود. اینایی خودم کشیدم شه. همین چادر عروسی رو خودم کشیدم با دستم. دخترم مهنت کرده. شکر اینا بچه‌م زن دادم برای عروسیش. برای عروسیش زبانی درازی خودم هنر ما در قدام نشام دادم که دخترش ما باری به هنر شوه.
انا خیلی مد گاب نیام برای دختری ویا با دختری وای هایم به هنره انا دستون انا بولیش تو کرپاچه‌هاش همش خودم دختم خانم گلدوزی میکنی خیلی چون نوروزی شوه دیگود آش میکنی دخترها رو شکر خونه دار کرده اینا کرپا و کرپاچه همش هنرهای خودمون ای دست خودمون میایه ای همسایه‌ها ای همش خودم میدوزم همین عینو سر کردم میدوزم مغزی میمونم پخته میاندازم روش میدوزم خیلی حق مهنت من میگیرم زندگانی ما پیش میبرم من همه وقت دستم سوم هست برای کمبودی زندگیم خرجم ای خودم هست نه ای مردکم پول میگیرم نه ای بچم خودم با جوشی دوای ها پول میتونم میگم که نه من یا جدا رس خود کنین شما خیلی نه همسایه‌ام همش میدونم ما یه سال تا 10 تا نه تخت عروس میدونم نه همسایه را کرپاچه‌های بچه‌ش چند 5 سال پیش همش خودم دختگیم اومدم که همین قیسینگل زنای ایوارش همش زنای بوز بالاش کرد من بازار رفتم اومدم گفتن که ای ما نمیتونیم شیشتیم بعد من گفتم که ای نمیتونم هنر ای میتونم در دیسر ای گفتم ای بخیزن یاردم کنید آخ آمدید میخرید میرید وای های ما یاد گرفته رفتیم میگن که ای نمیتونم هنر رو میتونم در دیسر تو یاد نان میبندم سمبوسه در دگدان میپزم همه یاد آشپزم حولا میپزم تحمال میپزم چپاتی میپزم به تعریف و به یکم چی 4 قیسینگوش رو دادم 4 هیور زن دادم با تمام مرکه رو همه اوقات و چیهای همین خوشتمان ما در خدمتشم وطن بهترین چیه برای همین خلق تاجیک بهترین چی وطنه چون که در خانه من آزاد و آرام خوابیم نمیگیم که ما ایا چی کمبودی همه کمبودی هست در زندگی نه که ما وطن داریم بایترین مردمیم در دنیا در وطن خودمونه کویا بچه که درسیه برای جا برای چقدر دلت میکفه میگه که کی بیام وطنم در میبرم در باشه آرام خورم آزاد باشم او پرنده آزاد میگه که ما هم پرنده آزادیم خداوند همه وقت هم خوشبختی ها باشه و خیلی باشه هم مهنت میکنیم زندگی ما پیش رفته شکر